باشه من یه تصویر دارم. من با اجازه تو با انگشتم اینو نقاشی میکنم پشت تو و تو اینو منتقل میکنی روی پشت پویان و اونم منتقل میکنه روی تخت وایت بورد. موافقی؟ هیچ سوالی هم قرار نیست از هم بپرسیم. در سکوت. اوکی. سکوت. شروع. کشیدی؟ بله تمام. حالا بریم بشینیم تا ببینیم که قصه چیه. چرا ببینم عکسشو؟ نه بده من بشینیم. تصویری که پویان تحویل ما داده اینه. ببین. حالا تصویری که من کشیدم یا خدا این خیلی سخت بود خدایی. این تصویر من این الان از رو هم نمیتونم بکشم. خیلی سخته. خب ولی خطوط مشترک میتونم توش پیدا کنم. خطوط مشترک یه سری خط و مرزا. این چیزی بود که من میخواستم اینم چیزیه و که منتقل کردم به شما. تحویل دادیم. و این شد. خیلی سخته. خیلی سخت. من اصلا هیچ چیز اینو درک نکرده بودم. یعنی همینطوری یه سری خطوط بی ربط انگار کشیدم. این تداعی کننده چیه برای شما؟ اینه که اولش اینه که تا گفتگو نکنیم، چون شما اول این چالش گفتین که هیچ صحبتی نباید با هم داشته باشیم. تا گفتگو نکنیم نمیتونیم ببینیم که تو ذهن طرف مقابلمون چی داره میگذره، چه حسی رو میخواد منتقل کنه به ما و چی ازمون میخواد. آره. این اولین چیزه. چیزی به ذهن تو میرسه؟ آره این که مثلا همون فکر کنم به اون چالش اولیمون هم شاید مربوط باشه. چیزی که توی ذهن ماه خیلی وقتا انگار درست اصلا انتقالش هم نمیدیم. یعنی یه چیزی تو ذهن ما هست، یه کاری انجام میدیم، یه رفتاری انجام میدیم، انتظار داریم طرف مقابلمون بفهمه ما چی میخوایم، ولی اون اصلا یه چیز دیگه دریافت کرده. چیزی که دریافت کرده مثلا یه خطوط مشابهی شاید داشته باشه. نقطه‌های مشابهی. آره یه نقطه خیلی اندک. اصلا به هم ربطی ندارن انگار. اینو برگردونیم بچه تو رابطتون فکر می‌کنین کجاها مصداق داره؟ ما خیلی گفتگو میکنیم. خیلی رابطمون گفتگو محوره. آره به خاطر همین مثلا کم پیش اومده که اینجوری بشه. بوده ها، یعنی اینجوری که اصلا نبوده نیست. خیلی جاها ممکنه که مثلا از یه چیزایی بترسیم و راجبش صحبت نکنیم و اون جاهایی که صحبت نکردیم این اتفاقا افتاده. یعنی مثلا حالمون بد شده و چون که اصلا تو ذهنمون گفتیم خب دیگه مثلا من اینو الان بگم اینجوری میشه، یا مثلا یه با رفتارم سر مریضی. بگو. نه تو بگو. مثلا این چند وقت اخیر بهار مشکل سنگ کلیه داشت. بعد حالا ما چند باری درگیر بیمارستان و دارو و دکتر و اینا بودیم. بهتر شدی؟ خیلی خدا رو شکر الان بهترم. بعد وقتی که با این چالش مواجه شدیم، خب بهار یکی دو روز اول خیلی بیشتر رعایت میکرد. حالا مصرف مایات، آب، دارو، همه چیز سر موقع، سر تایم اینا. بعد من تمام لحظه هایی که بهار درد میکشید از این سنگ کلیه بزرگی که تو کلیهش بود و اینا، همه اون لحظه ها جلو چشمم بود و میدیدم که داره رنج میکشه، ناراحت، غم داره، عصبانیه و این صحنه اصلا از جلو ذهنم عقب نمیرفت و انگار مثلا با پوست و گوشت و استخونم داشتم حس میکردم همون درد رو. بعد همش این نگران بودم، گفتم که الان خب یکی دو روز گذشته، مثلا حالا خدا رو شکر دردت کمتر شده، ولی اینو ادامه بده، ولی اینو قطع نکن. و وقتی مثلا چیز خاصی نمیدیدم و اینا خیلی خودخوری میکردم.
یعنی مراقبت نمی‌کرد از خودش؟ هی میگفتم که مثلا الان چرا آب نمیخوره تو دلم، نه اینکه بخوام به زبون میارم، چرا آب نمیخوره، مثلا روزی 3 لیتر روزی 5 لیتر الان چرا به نظرم انگار داره کمتر میخوره، چرا مایعاتش کم شده، داروشو خورد نخورد و پر از استرس و هیجان و اینا شده بودم ولی به زبون هیچی نمی آوردم. چطور؟ یعنی حس می‌کردم که اگه بخوام حالا مثلا اون یکی دو روز اول هی بگم، هی سختگیری کنم، هی نمیدونم به زبون بیارم و اینا، حس بدی منتقل میکنم به طرفم و گفتم که بذار اینو درون خودم بریزم، تو دل خودم باشه، چیزی نگم و رنجی به رنجهاش اضافه نکنم. خودش خب میدونه دیگه، خودش میدونه چه دردایی کشیده، خودش میدونه ممکن بود که کارش به عمل و قصه های داستانه خود عمل و اینا کشیده بشه برای خارج کردن سنگ و اینا و همه چیو میریختم تو خودم. میخوای بقیه‌اش رو بگم؟ اذیت میشه. آره خیلی. بعد مثلا حالش بد میشه، بعد من میپرسیدم مثلا چی شده، چرا مثلا ناراحتی، چه اتفاقی افتاده. تو چه فکری میکردی؟ نمیدونستم اصلا، همش میگفتم خدای مثلا چه اتفاقی افتاده که اینقدر ناراحته، تو خودشه. مثلا هی پیگیری میکردم ببینم که مثلا چی، اونم هیچی نمیگفت دیگه. مثلا میگفتم خدای مثلا چی شده که این حالا اصلا نمیگه، مثلا از راجبش صحبت نمیکنه. بعد که دیگه خلاصه چیز شد گفتش که مثلا بگم ناراحت نمیشی اینا، گفتم نه بگو داریم مثلا گفتگو میکنیم. بعد که گفتم که خب چرا نمیگفتی، حالا مثلا ممکن بود واقعا من یادم رفته باشه، چون روتین زندگی من اون آب خوردن زیاد نبود، اگه بود که اصلا سنگ تشکیل نمیشد که. یعنی مثلا واقعا خیلی وقتا یادم میره مثلا که آب بخورم، میگفتیم هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا یا من میرفتم میخوردم یا اصلا دوستم نداشتم نمیخوردم، مثلا بازخورده بدی به تو نمیدادم، مثلا چرا نمیگفتی. ولی خب مثلا پیش خودش فکر میکرد که مثلا من اذیت میشم، قرار اذیت شم یا قرار مثلا یه واکنشی بدم که خوب نباشه از نظر خودش. واکنشش بودی؟ من هم نگران واکنشش بودم که مثلا شاید بازخورده خوبی ازش نگیرم یا عصبانی بشه، بگم مثلا بابا چقدر گیر میدی اصلا، مگه من هر موقع میام بخوام آب بخورم مگه بعد به تو مثلا باید بگم. بعد یا مثلا چه شاید حالا یه رفتار مثلا ناخوشایندی، یه حالا چه اتفاق بدی چیزی شاید. و یکی موضوع دیگه این که میترسیدی واکنش بدی بهت نشون بده یا میترسیدی خودش اذیت شه؟ اول میترسیدم که واکنش بدی بگیرم و مورد بعدی این که میترسیدم اذیت بشه. میگم چون همه اون سختی هایی که داشت میکشید همش جلوی چشمام بود و میگفتم که اگه رعایت نکنی، اگه فراموش کنی این روتین جدیده رو، ممکنه که دوباره به اون روزا برگردیم، ممکنه که دوباره یه سنگ جدید ساخته بشه. و چرا؟ این که اون حالش بد بشه چه حسی به تو میده پویان؟ خب بهار حالش بد بشه، اول حال خودش بده، حال رابطه بد میشه، حال من بد میشه و رو همه چی تاثیر میذاره، چون کلا خب نقشت خیلی مهمی داره، تو هم تو زندگی هم تو رابطمون. حسی که تو میگیری وقتی که اون ناراحته چیه؟ غم میگیری دیگه. چون که خیلی دوستش دارم و وقتی که میبینم داره درد میکشه، از اون درده منم همینجوری افت پیدا میکنه انرژیم و غم و ناراحتی و اینا رو همه رو با هم تجربه میکنم. این غم و ناراحتی برات تداعی کننده چیه پویان؟ این غم و ناراحتی رو کجای زندگی تجربه کردی قبلا؟ خب تجربه بیماری داشتیم ما، بیماری مثلا حالا پدرم، مادرم یا جاهای دیگه زندگیم، اونا همه برام تداعی میشه. و این که وقتی حالا یه همسر، حالا یا من یا خودش دوچار یه مریضی میشه، دوچار یه دردی میشه، انگار مثلا یه طرف این رابطه انگار یهو فلج میشه، میفته. و وقتی که بیفته شما تا یه جایی بعد مثلا اینو بالاخره همراهیش کنی، خب این مسئولیت بیشتری بکشی. این افتادنه تو رو یاد چی میندازه که توش غم هم هست؟ شاید میترسم از دستش بدم، شاید ترس از دست دادن، اینی که کمرنگ بشه، نباشه، حالش بد باشه. و این ترس رو قبلا تو زندگیت کجا تجربه کردی؟ ترس از دست دادن رو برای مادر بزرگم، پدر بزرگم و اقوام نزدیکم، خاله، پسر خاله، اینا همه رو من دونه دونه تجربه کردم.
از دست دادی؟ بله. حالا یا سوگ بوده، فوت کردن، از دنیا رفتن، یا اینکه مهاجرت کردن. و وقتی که اون فکر کنم یکی دوستان بود که مهاجرت کرده بود. بله. پسر یکی از آشناهاتون بود. پسر خاله‌ام بودن. اون موقع که اونا مهاجرت کردن حس غالب تو چی بود پویان؟ حس غالبی که تجربه کردم غم، تنهایی، از دست دادن، اینا از همش خیلی بیشتر بود. خیلی اذیت شدی پس؟ خیلی اذیت شدم، خیلی. پس از اون موقع تو یه چیزایی هست که تو رو نگران از دست دادن میکنه. دقیقاً. یعنی وقتی که موارد مشابهش اتفاق میفته یا حس میکنم که مثلا عزیزی رو دارم از دست میدم یا خطر کمرنگ شدن یه رابطه رو وقتی حس میکنم، قشنگ انگار آلارمان فعال میشه که نکنه اتفاق بدی بیفته، نکنه دستش بدم، نکنه مثلا تو اون غم و سوگ و ناراحتی دوباره فرو برم. چیکار کنم که یا مثلا چجوری میتونم پیشگیری کنم ازش؟ و چیکار میکنی غالبا در مواجهه با این؟ کلا خب پاشنه آشیل شخص من غمه. اینطوری که حالا قبلا یادم تو اون تصویرت هم یه عکس آدم غمگینو کشته بودی، یه خط کشیده. کلا پاشنه آشیل من غمه و سعی میکنم تا جایی که میتونم خودم رو تو اون بستر خیلی نگه ندارم. نمیتونم اصلا ناراحت نشم هیچ وقت، غمگین نشم هیچ وقت، اینا اصلا ولی به همت میریزه. ولی وقتی که خیلی درگیرش بشم کامل به هم میخورم دیگه. همه روحیاتم و اخلاقیاتم و رفتارام و اینا خیلی به هم میخوره. و شاید مثلا کم زمان نیاز داشته باشم که دوباره بتونم برگردم به خود واقعی. چیزی هم هست بهار که تو رو انقدر به هم بریزه؟ آره، من از اینکه آدما از دستم ناراحت باشن یا مثلا کاری کنم برنجن، نمیدونم، انگار مثلا من مسئول ناراحت کردنشون باشم، اون خیلی منو اذیت میکنه. خیلی اخیراً این اتفاق برات افتاده که مثلا دیدی پویان ناراحته بعد تو فکر کردی تو اذیتش کردی؟ آره، مثلا خیلی، یعنی اصلا تو همه روابطم اینجوریه ها، نه فقط پویان، حتی دوستام، خانواده‌ام. ولی آره مثلا پیش اومده که یه مثلا میبینم تو خودش ناراحته، بعد مثلا هی پیگیری میکنم، میبینم که مثلا من حالا مثلا یه حرفی تو جمع زدم، یا مثلا یادم میاد تو این دوران جنگ همه با هم خانوادگی رفته بودیم توی یه خونه تو روستا زندگی میکردیم، بعد مثلا توی اون جمع و اینا همه داشتن شوخی میکردن اینا، من مثلا چند تا شوخی با پویان کردم، گفتم مثلا خونه این کارو میکنه، بعد خیلی ناراحت شد. خیلی ناراحت شد. بعد من اصلا فکر نمی‌کردم که ناراحت بشه ها، یعنی این چیزی بود که اصلا شاید تو این همه سالم نفهمیده بودم، چون مثلا چیزی نگفتم که حالا مثلا به شخصیتش توهینی بشه، یه سری مثلا شوخی معمولی بود. بعد خیلی ناراحت شد. بعد من از اینکه خودش ناراحت شد بیشتر ناراحت شدم. و من اینجور مواقع معمولا سعی می‌کنم حلش کنم. موقع چه حسی می‌گیری وقتی ناراحت میشه؟ خیلی احساس غم میکنم، عذاب وجدان خیلی زیاد، این دوتا رو تجربه میکنم. این غم و عذاب وجدان باید تداعی کننده چیه؟ راستش انگار برای منم به همون از دست دادن میرسه که مثلا نکنه آدم ها رو از دست بدم. آره. و اینطور یاد چی میندازه؟ این ترس از دست دادن. من طی این سالا آدم های زیادی رو از دست دادم، حالا مشابه پویان، و با یه سریاشون مثلا فرصت نکردم که ببینم مثلا دستم ناراحت هستن یا نه. یعنی مثلا اینطوری بود که انگار مرگ اومد اونا رو گرفت و برد. و شاید یاد اونا و یه سری آدم هایی بودن که با مثلا یه اختلافی قطع رابطه کردیم و اونا هم حتی فرصتی برای من پیش نیامد که برم بپرسم، برم باشون صحبت کنم. نشد دیگه، شرایطی جوری بود که اونا رو هم از دست دادم. آره. انگار برای منم تهش مثلا به همون از دست دادن میرسه، چون روابط برای من خیلی مهمن. من رو روابطم سرمایه گذاری میکنم و بخش مهمی از زندگیمو تشکیل میدن. آره. به خاطر همین. جالب بود این نکته. این که هر کدوم از شما گفتین یه چیزی رو به من میگه، یه مفهومی که اینم تو رابطه خیلی کمک کننده است. ما یه مفهومی داریم به اسم نقطه حساس. خب
اگه تصور کنین که رابطه شبیه به زندگی ما هر کدوممون شبیه زمین گلفه، یه دونه حفره داره و شیبش هم رو به اون زمین حفره است دیگه. این توپو که میزنیم دور میزنه، مسیر رو پیدا کنه بیفته اون داخل اون گودال. یه موضوعی وجود داره بچه‌ها، هر کدوم از ماها تو زندگیمون به واسطه اون رنجایی که کشیدیم، تروماهایی که تجربه کردیم، از دست دادن‌ها یا هر اتفاقی که برامون تلخ بوده، یه حفره افتاده تو زندگیمون. ممکنه چند تا حفره داشته باشیم. خب این حفره ها نقاط حساس ماست. خب ما از یه جایی یه چیزی میشنویم خب که یکم بوی اون حفره رو میده. ما به اینا میگیم تریگر، یعنی محرک. خب همونطوری که شما مثلا گفتید، مثلا ناراحتی بهار، مریضی، غم، حس غم، خب که غالباً تو این زمین زندگی ما حس ها خیلی بچه‌ها کار میکنن. اصلا من که یه چیز میگم ما تو زندگی تهش یه حس جا میذاریم دیگه. مثلا طرف مثلا میمیرم بعد تعریفشو میکنن، ولی چیزی که از اون آدم یادشونه حس هایی که منتقل شده بوده. برای همین من همیشه تو گروه هم به آدمایی که باشون کار میکنم میگم حواسمون اگه باشه که چه اثری رو آدما میذاریم و چه حسی داریم منتقل میکنیم، این یعنی دیگه ته مسئولیت پذیری. خب حالا نگاه کن، یه موقع‌هایی شما میدونین یه چیزایی رو، میگید دلم میخواست لجشو در بیارم مثلا. خب یا موقعی آدما حرسشون در میاد تو رابطه دیگه، دلم میخواست مثلا کفرشو در بیارم. اینم حالا یه قصه‌ای داره پشتش که چرا غالبا هم خانوما میخوان کفر آقایونو در بیارن. اون قصه این که آقا به من توجه کن ولو به غلط و ولو به یه حالت منفی، یعنی یک توجه منفی، ولی همین که غر میزنه بعد اون یه داد میزنه میگه اوکی توجه کرد، میره پی کارش. من همیشه مثلا با آقایون، البته گاهی اوقات هم بالعکس وجود داره، میگم آقا حواست باشه این غر زدی تا بغلش کن، نازش کنین، اوکی میشه. حالا خیلی نرم از این قصه دورشم، یه محرکایی تو زندگی ما وجود دارن. بعضی موقع گفتم ما مخصوصا میخوایم لهجه طرف در میاریم، ولی بعضی موقع نمیدونیم. مثلا دو تا آدم میان زیر سقف زندگی میکنن، نمیدونن این کجای زخم و زیلیه، که نمیدونن از چی میترسه، نمیدونن چی بهش رنج میده، نمیدونن چی اینو پرت میکنه مثلا به گذشته هاش. خب و این یکی از اون گفتماناست که البته بعضیا به من میگن که ببین خانم نظری، من اصلا جرئت نمیکنم اینا رو به همسرم بگم، بعد میکوبه تو سرم. میگم اون رابطه سیف نیست، امن نیست. رابطه‌ایه که تو گفتگوها که بهتون گفتم با هم حرف بزنیم، ما به نقطه هایی برسیم که بتونیم در یک وضعیت امن با خیال راحت درد و دل کنیم بر هم دیگه. خب یعنی که مثلا یکی میگه من بچه بودم رفتیم خیابون، دخترم یه عروسک دلم می‌خواست، به مامانم گفتم اینو برام میگیری، یه دونم زد تو سرم، مثلا افتادم همون موقع توی چاله. نمیدونم یه تروماهایی که شاید پدر و مادرها تو بچگی اصلا فکر نمی‌کنن میشه تروما، خب همینطوری اومدن و اینا یه حفره‌هایی ان تو روان ما. خب این حفره‌ها همون نقاط حساسن. وقتی که شما رابطه خوبی با هم دارین، رابطه صمیمی با هم دارین، درد و دل میکنین، وقتی درد و دل میکنین به یقه همدیگه رو نمیگیرین، بعدن یه روزی مثلا توی دعوا بگه بابا تو بابات هم به توجه نمیکرد، حالا من چه توقعی داری مثلا؟ تو عقده عروسک داری؟ چون یه دفعه واسه عروسک نگرفتن هی میخوای بری عروسک بگیری؟ خب من که نباید توجهی که پدر و مادرت بد نکردن جبران کنم. نه ببین تو اصلا کلا وسواس داری، به نظرم برو وسواستو درمان کن. خب اینا یعنی دستمون رو میذاریم رو اون زخم و زیلیای هم دیگه، یعنی رو اون نقطه حساسای هم دیگه. یعنی میخوام بگم ببین بعضی از چیزا ما رو منتقل میکنه به گذشتمون، بعضی از تریگرها، محرک‌ها، یه نشانه ها. خب اینو نمیدونم تا الان چقدر شماها بهش دقت کردین. خب یعنی وقتی که من میدونم که وقتی یکی دارم با زندگی میکنم و اون بابت یه موضوعی رنج میکشه و یه رفتاری که من میکنم میتونه اونو پرتش کنه تو اون گذشته،
پس بهتره که این کارو نکنم. اگه واقعا اون آدم رو دوست دارم، اگر ذره‌ای دلسوزی دارم، خب چون میدونید دلسوزی اتفاقا تو رابطه خیلی خوبه. دو تا چیز تو رابطه خیلی خوبه. من اخیراً خیلی میشنوم که انگار میگن نه من اثر دلسوزی وای نمیسم. میگم ببین زن و شوهر باید شفقت داشته باشن به هم، دلشون برای هم دیگه بسوزه. خب یه جایی اینو یه تکنیک بهتون میدم، این خیلی بهتون کمک میکنه. در کنار نقطه حساس، نمیدونم شما عکس‌های بچگی همدیگه رو دیدین؟ بله. و در مورد بچگی‌های خودتون برای هم دیگه حرف زدین؟ بله. اینو ازش استفاده کنید. وقتایی که خیلی ترسیدین یا عصبانین، زورتون از دست همدیگه در اومده، یکی از جاهایی که بهتون کمک میکنه برگردین اینه که برین دوباره عکس اینو ببینین، یاد بچگیاش بیافتین. اینو یه آدم خبیث گنده که جلوی من وایساده دعوا میکنه نبینین. این همون دختر کوچولو است، الان عصبانیه. این همون پسر کوچولو است، مظلوم بود. خب این شما رو به سمت شفقت، به سمت دلسوزی میبره. میدونید که آقا اگر که یکم دلمون برای هم بسوزه، دستمون رو زخم هم دیگه نمیذاریم. خب یعنی ممکنه که اونجا بگم من بعضی از زن و شوهرها میشنم و وقتی اینو بهشون میگم میگه من که مسئول گذشته اون نیستم. میگم نه، تو مسئول گذشته اون نیستی، ولی مسئول خب رفتار خودت با اون که هستی که میتونی یه رفتار بهتری باش داشته باشی. یکی دلسوزی تو رابطه بچه‌ها خیلی خوبه. یکی اینی که شما بهش اشاره کردین، ترس از دست دادن. اتفاقا ما باید بترسیم که از دست بدیم اون یکی رو. بعضیامون بابت از دست دادن یه ترومایی رو تجربه کردیم و یه دونه اون حفراست، یه نقطه حساسه. خب این دیگه یه ذره ممکنه ما رو خیلی پرت کنه به اون حس‌های گذشته و عمیق شه واسمون. ولی به شکل کلی زن و شوهرها، دختر و پسرایی که با هم میرن تو رابطه باید نگران از دست دادن همدیگه باشن. اینایی که ادای این روشنفکری و نمیدونم فلان و اینا رو در میارن، میگه نه اصلا من برام مهم نیست، برم من چیزیم نمیشه، اصلا اون یکی یعنی چنگ میخوره ها. مثلا بعضی موقع از بعضیا میشنوم مثلا میگم تو نگران نیستی نه از دست بدی؟ میگه که نه من بالاخره زنده میمونم. میگم من که لعنتی میدونم تو زنده میمونی، میشه پیش این نگی؟ میتونی حداقلش بگی که نگران از دست دادنتم. اگه اینجا به خاطر اینکه نمیخوام تو رو از دست بدم، گاهی اوقات فکر می‌کنم اگه تو زندگیم نباشی من اذیت میشم، دوست دارم باشی. خب این دوتا اتفاقا خوبه. یکی ترس از دست دادن تا یک حدی، نه انقدری که دیگه بیمارگونه بشه بچسبیم به هم دیگه. خب اون موقع دیگه میشه از یه دلبستگی ناایمن در میاد. خب یا از تروماهایی که تو گذشته شما تجربه کردین. میخوام بگم ترس از دست دادنتون خوبه و دلسوزی هم اگر دارین که تو بهش اشاره کردی خوبه. و اگه یه جایی احساس کردین دیگه دلتون بر هم نمیسوزه، برین توی لحظه هایی یاد اون عکسه و اون بچگی و این همون پویان کوچولوه، مثلا این همون بهار کوچولوه که مثلا یه روزی براش یه دونه مثلا آب نبات نخریدن گریه کرد. خب این خیلی شما رو دل رحم میکنه نسبت به هم دیگه. این به عنوان یه تکنیک بچه ازش استفاده کنیم. و نقطه آسیبتون، من الان در مورد دوتاش ما با هم دیگه حرف زدیم. خب تو غم که میبینی، نگران از دست دادن میشی و تو وقتی که میبینی اون حالش بده مدام سینجیل میکنی من این کاری کردم. چون نمیخوای کسی از تو ناراحت بشه و چون پشت اونم دوباره یه ترس از دست دادن باند شده باهاش. خب شما بچه این دوتا نقطه حساس رو دارید. گاهی اوقات ممکنه آمدانه میگم شما این کار بکنین، ولی خیلی موقع به شکل اصلا ناخودآگاه مثلا تو در میای تو این حالش بد، میدونی تو مثلا هیچ کاری هم نکردی اون حالش بده، هی با خودت نکن من این کاری کردم، نکنه من یه چیزی گفتم، نه ترستون میاد بالا. حالا سوال من از شما اینه، شما الان دوتا نقطه حساس همدیگر رو میدونین. خب اگه قرار باشه که این دوتا زخمه، دوتا جای زخمه رو بدنتون، دوتا اون چاله هست، خب که با هر حرکتی ممکنه حس کنین دارین میافتین تو، اگر قراره که این نقطه آسیبای همدیگر رو فشار ندین، خب چه کار میتونین بکنین؟
یعنی اگه قرار اون کار نکنین چه کار بکنین که بهتون کمک بکنه؟ یکیش به نظر من باز برمیگردیم به همون گفتگو کردنه که وقتی که من مثلا دارم یه حسی رو تجربه میکنم یا وقتی که احساس میکنم که مثلا همون حس حال عذاب وجدان یا از دست دادن رو مثلا بهار داره تجربهش میکنه یا وقتی میبینم حالش بده باهاش صحبت کنم. یعنی چیزایی که تو مغزم داره میگذره رو به زبون بیارم، باهاش صحبت کنم، ببینم احساساتش چیه، چی داره الان فکر میکنه و آگاهی پیدا کنم به این ماجرا. یعنی اطلاعات بهش بدی که دیگه اینم خیلی برنگرده به مثلا از خودم دیتا بدم، از خودش دیتا بگیرم و یه تبادل با هم دیگه داشته باشیم. این بهت کمک میکنه؟ آره. این کمکیه که اون میتونه بهت آره بکنه. خیلی. تو چه کمکی به خودت میتونی بکنی بهار؟ اون لحظه که فکر میکنی ازت ناراحت شده و ترس از دست دادنت میاد بالا، چه کمکی به خودت میتونی بکنی؟ من فکر میکنم که یعنی این کاری که پویان بکنه که خب یه بخش بزرگی از اینا حل میکنه، چون که باعث میشه سوالات ذهنیم جواب داده بشه و احتمالاً جلوی اونایی که تقصیر من بوده ضرب در بخوره. ولی خودم میتونم این کمک رو به خودم بکنم که تو مرحله اول تیک همه اون سوالا رو نزنم. یعنی تو ذهنم نگم که خب پس 100% تقصیر من بوده، حتما من یه کاری کردم، هی مثلا رو خودم فلش بک بزنم ببینم چه کارایی کردم. این کار رو با خودم نکنم، زمان بدم و بعد از گفتگو حالا اگر تقصیر من بود یه فکر جدید بکنم. یعنی زمان بدم به اون گفتگوه برسیم. چون معمولا قبلش مثلا یعنی یه وقتا یه جوری پیش میره که من حتی عذرخواهی میکنم. یه پیش میاد که مثلا پیش عذرخواهی میکنم، حتی آره حتی وقتایی که مثلا میدونم حقم با منه، یعنی مثلا یه اتفاقی رخ داده ولی اونقدر اون ترس از دست دادن زیاده که میرم عذرخواهی هم میکنم که مثلا حداقل من تلاشمو کرده باشم برای اینکه اون رابطه رو از دست ندم. و مثلا یه ذره به خودم انگار باید زمان بیشتری بدم. به خود زمان بدی. برای خودم یا برای پویان چیکار میتونی بکنی؟ تو میدونی یکی از نقطه‌های حساسش غمه. آره یکی از نقطه‌های حساسش غمه. من باید تلاش کنم انگار بیشتر به لایه‌های پنهانش پی ببرم. یعنی 6 سال گذشته ولی یه سری چیزا هنوز انگار برای من گنگه. اینو در مورد هم میدونستین که به عنوان یه نقطه حساسه؟ من میدونستم پاشنه آشیلش غمه خب، ولی اینکه مثلا چه چیزهایی باعث میشه که این فلش بک بزنه به غم رو شاید همش رو ندونم. مثلا اینکه من مثلا مریضم این اتفاق براش میفته رو نمیدونستم. شاید مثلا میدونستم اگه یه رابطه مهمی رو از دست بده حالش بد میشه، اینو میدونستم. ولی اینکه مثلا من مریض میشم، حالا مثلا اگه به خودم نرسم باز اون حسو میگیره، اینو نمیدونستم. تو چه کمکی بهش میتونی بکنی؟ من میتونم بهش بگم که با هم راحت صحبت کنه و اگه یادم رفت بهم بگه که مثلا آب بخورم. یعنی اون هم توی سلامتی با من همراه باشه، بهم کمک کنه. فکر میکنم این خیلی کمک کننده باشه، چون میگم من یه خورده آدمیم که مثلا تو شرایط تو جو و اینا معمولا خودم رو یادم میره، فراموش میکنم. یعنی مثلا اولویت خودم نیستم. پس میتونی ازش کمک بگیری. آره کمکم میتونه بکنه تو این موضوع خیلی و موضوعات مشابه. تو چه کمکی به خودت میتونی بکنی؟ به خودم یکی این که به نظر من غم و تنهایی سهم جدا نشدنی زندگیمونه. یعنی یکی از اون حساییه که نمیشه کامل حذفش کرد. باید کنار بیام با این موضوع که آقا ممکنه تو الان 1000 تا عزیز دیگه از دست بدی، ممکنه بازه که دیگه نزدیکان مهاجرت کنه و نمیشه اینو حذفش کرد. ولی شاید بشه دوزش رو کمتر کرد و نمونم توی اون قصه. اگر مثلا خدا نکرده من عزیزی رو از دست میدم یا کسی حالا رابطه چیزی هستش قطع میشه، حالا تلاشم بکنم که قطع نشه، ولی اگر شد اون یه تایم بدم به خودم، یه مدتی تعیین کنم و در بیام ازش، نمونم توش. یه چیزی من میتونم یه کمکی بهتون بکنم. اون موقعی که این غم و اون ترس از دست دادن میاد، میتونید به خودتون یادآوری کنین که الان دوباره کدوم حسم اومده بالا، دوباره یاد چی افتادم، و یادم باشه الان اون موقع نیست، منم اون آدم قبل نیستم. چون همینجا شما اون آدم قبلیه رو میبینین، اون پویان کوچولوه، تو اون بهار کوچولوه رو میبینی، ولی به خودتون یادآوری کنین ما اونا نیستیم، این حس اون نیست، فقط شباهت حسیه. خب
عملا گولش رو نخورین، چون حس میمونه. بعضی موقع ما این حسه رو که میاد بالا بر اساس اون رفتار میکنیم. خب میتونین این کمک رو به خودتون بکنین، چون مسئول این حسه خودمونیم. اول ما فقط با کسی که میریم زیر سقف میتونیم بگیم که ببین من آره این یه ذره دلپیچه دارم، بعضی موقع دلپیچم میگیره دیگه. بعد میگه خب من چه کمکی میخوای؟ میگه هیچی، دلپیچه گرفت، یه دونه کیسه آب گرم به من میدی. کمک هم میتونیم بکنیم، ولی ما نمیتونیم درمانگر هم دیگه باشیم. چون ما دیگه مسئول اون احساسایی که اون با آدم با کوله بارش از خانه پدری آورده که نیستیم که. فقط میتونیم کنارش باشیم، یه قرص بهش بدیم، یه دستمال کاغذی بهش بدیم گریه‌اشو بکنه، بغلش کنیم، پامون هم رو زخم هم دیگه نذاریم. خب شاید نتونیم درمانگر هم باشیم، اما میتونیم مرهم باشیم کنار هم دیگه. میدونید؟ و این یکی از اون چیزاست که اگر یادش بگیریم و رعایتش بکنیم، فشاری که روی رابطه میاره رو کم میکنه. خب و بازم خونه ما رو خونه سیف تری میکنه دیگه. اوکی؟ شما میتونید بعداً در مورد نقاط حساس هم دیگه بیشتر حرف بزنین. حالا بعضیا میگن ما یه دفعه نمیخوایم همه رو بریزیم بیرون. میگم اوکی، ممکن در گذر زمانی رو به عنوان یه مهارت تو رابطتون داشته باشین، هر جایی که لازم میدونین، و یه اصولی داره دیگه. بعداً تو سر هم نکوبینش، قاطی میکنین مثلا پاتون دوره نذارین دیدی مثلا قضاوت نکنین. دقیقاً. اوکی؟ سوال داری؟ نه، ولی برای من جالب بود که تو رابطه خودمون اون بچه کوچیکه نبینیم ولی طرف مقابلمون رو ببینیم. آره. این پارادوکسش قشنگ بود. تو چی؟ متشکرم. دست شما درد نکنه. قشنگ.